سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. برای طراحی با کورل از مرحله مقدماتی شروع میکنیم. بعد از اینکه برنامه کورل رو باز کردیم، از منوی فایل گوشه سمت چپ برنامه منوی نیو رو میزنیم. یه پنجره برامون باز میشه که تو این پنجره چند تا کادر داریم. کادر اول بالا که به اسم نیم هست، اسم فایلمون رو میتونیم یادداشت بکنیم. با کمک کلید آلت و شیفت فونت رو به فارسی تبدیل میکنیم و قسمت ویت و هیت طول و قد کادرمون رو وارد میکنیم. بعد از اینکه اوکی کردیم پنجره برامون باز میشه. خب اولین کاری که میکنیم انتخاب ابزار پیک تول هستش. برای رسم هر شکلی ما با پیک تول شروع میکنیم. گزینه ریکتنگل به معنی مربع یا مستطیل که این قسمت تعیین زاویه میکنه. ما میتونیم گوشهای کار رو گرد بکنیم یا به حالت عادی باشه. وقتی چهارگوشه صفر باشه مستطیل و مربع ما زاویه 90 درجه تشکیل میده و گوشهاش تیزه. به میزانی که میخوایم گوشهای کار رو گرد کنیم رقم 4 گوشه کار رو بیشتر میکنیم. برای رسم مربع با استفاده از کلید کنترل و درگ کردن روی زمینه میتونیم مربع داشته باشیم. این قسمت سایز شکل رو به ما نشون میده، طول کار و ارتفاع کار. و این قسمت محل قرار گرفتن طرح رو به ما نشون میده. با تغییر اندازه میتونیم شکل رو جابجا بکنیم. بدون استفاده از موس میتونیم این کار انجام بدیم. که توی کورل من توی این چند ساله که طراحی میکنم به کارم نخورده و استفاده نداشتم ازش. فقط برای آشنایی شما با کار یه توضیح کوتاه دادم که با کورل بیشتر آشنا بشید. آندو همونطور که از اسمش مشخصه برمیگرده به حرکات قبل، یعنی برگشت. خب ابزار الیپس میتونیم باهاش بیضی و دایره رسم بکنیم، افقی و عمودی. برای رسم دایره کلید کنترل رو میگیریم و درگ میکنیم. قسمت هم به دایره زاویه میده، تبدیل به کمان میکنه. و تو این بخش میتونیم با وارد کردن عدد این کار رو انجام بدیم. چون روی قسمت کمان هستیم وقتی که بهش عدد میدیم کمانو تغییر میده و اگر رو بخش وسطی یا چپ باشیم با وارد کردن عدد مثلا 90 45 160 270 میتونیم بخشی از دایره رو داشته باشیم. الان اینجا زده 270 زاویه که داریم 270 رو به ما نشون میده.
90 درجه. و یا 45 درجه. با ابزار ذره بین ما تصویر رو میتونیم جلو و عقب ببریم. میتونیم روی طرحمون زوم بکنیم و این ابزارهایی که متفرق هستن و میتونیم ازشون استفاده کنیم. میتونیم 6 ضلعی بزنیم، تعداد ضلعاشو اونجا تغییر میدیم. ابزار استار برای رسم ستاره و این توی این قسمت میتونیم پرهای ستاره رو کم و زیاد بکنیم. و توی این قسمت میتونیم مثلث داشته باشیم و اشکال هندسی دیگه، زوزنقه. ارو شیپس برای رسم فلش استفاده میشه که میتونیم از منوی کشویی شکل مختلفی داره بعدش استفاده کنیم. این قسمت ضخامت خط دو رو برای ما تعیین میکنه. با کلیک راست خط دور طرح رو رنگ میکنیم، تغییر رنگ میدیم و با کلیک چپ داخل طرحمون رو رنگ میکنیم. انتخاب شکل، کلیک چپ و انتخاب رنگ. انتخاب شکل، خط دو رو میتونیم ضخامتش رو تغییر بدیم و با کلیک راست کردن روی هر رنگی که دوست داریم خط دور طرح رو تغییر میدیم. خطوطی که حالت هلالی دارن، صاف دارن، منحنی هستن، این بخش ها رو داره که بتونیم به صورت نقطه چین، خط چین یا پیکانه که سر و ته خط هست بهش اضافه بکنیم. خب این تصاویری که اینجا دیدین و با این ابزارها تونستیم طراحی بکنیم و میتونیم برای استفاده توی حروف
اشکال ساخت لوگو ازشون استفاده بکنیم.